باز چی داره؟ حضرت دامخوز مرحمت دور میاد و میگه در حقی مشتاق دامخوز مادر کن حیاتم او بموری دوران مادر شفای کامل شفای عاجزی او خدا دارد که ما را ذهن ذکی و فهم کامل و خادم خدا در دینش در برام میگن برکت ساعت چند شد حضرت یک هوا همین چه تلویزیونی اشرافی اسلام در اروپا باید همین روز اسلام اومده گفتن شرمنده و این کارو کرده بود جلوی چه بود همین روز گفتن که بهترین مسجد در چه زندگی اروپا نیست اینجا در برادر عزیز من یک تصمیم دیگر گرفتم. اینجا در دو برادر من با حواش که واقعی داشتم نامه‌هاشون را پرسیدم، نامه‌هاشون که موافق نبود خواستیم در بین شما نامه‌هاشون را مثلا تغییر دیم. یکی برادر عزیز ما جمعه خب که بسیار آدم خوب هستن، خدا خوبش کنه، خدا نیکش کنه. یکی از برادرای ما هستن یکی جنابه هم میدونیم. نام این برادر میخواه است که کتابی نیست، ولی یک خواهش داشتن در یک نام اون نام ما در دیگر کس نادیم. من خواستم که نامی برادر جنابه که بسیار بچه خودش خیرخواه است، خیرخواه و همه دوستدار است، نامش احسان میدونم. نامی زیبا احسان بسیار یک همین خودش که احسان زیاد است، برای همین نام برادر ما احسان است. خدا عمرت دراز کنه و فرزندی که نامی فردوس است، خدا عمرش دراز و همش صحت و خدا من اندیشگانی های خوب نصیب رو بهش کنه و همیشه خواننده خداوند برکات است. باید اکو گوسفند میکشنه میکشنش کنیم. ما خواهدانش نیستیم، ما همه یک سنت زنده کنیم او طرفش دیگر نزد خوش اینجا شما شود. فقط تشکیل در کافی محمریزا بوده اصلا خیلی که مجبور نیدن مجبور و یک برادر اینجا در همین جا بود است که پادشاه هسته پادشاه نیست نه؟ اون پادشاه هم نامشون موافق نیست، این کس ما با مالک نامشون مالک و همون حضرت انس ابن مالک بودن. مالک نام ایشان بچه شون یک تیمور نام داشته است، او را انس مالک برای تیمور هم نام است. خدا برادر ما را ببینیم که بسیار حوایی انا خداوند فیلش خوب کنه و خداوند آیندهش میکنه و خداوند بچه خوبش کنه و بسیار نصیحت های خوبشان کردن خداوند که اون چه که گفتم برای آینده و بهتریش خداوند از جمله بچه‌ک های خوب و بچه‌ک های نیکش کردن. آمین. اینجا در چیز دیگر امروز من برادر عزیز و گرامی از جانب برادرها فهمیدم در مسئله همین گوشت هایی که در اینجا میشده است، مثلا بعضی هیله و نیرنگوی زیاد هم بده است، خیلی زیاد نیرنگ و هیله هایی که در مثال ویران کردن همین گوییم که لقمه های ما و شما وقتی که سعد ابن ابی وقاص پیش پیامبر آمد گفت پیامبر گرامی اکن دعا کن که من مستجاب دعوا شدم، یعنی دعا کن که من کی دعا کنم دعا خدا قبول کنه. بعدا حضرت پیامبر چیش گفت سعد گفت حتی مکرمک
گفتن خوراک حلال کن دعات قبول می شود. برای این بعضی چیزایی که من شنیدم اگه شرط نیست برای همه شما بیان کردن، شما با بیشتر آدم میدونید. من بسیار هیله و نیرنگ و ایران من نمیدونم بسیار، ولی این قدر میدونم که دادار عزیز که ولی تقوا کردن بسیار نیک است. اینجا من دیدم که یکم زلال خلال یکم مشکلاتی برای پیدا کردن گوشت حلال نبود است. حتی این بازار بگرم اونم جدا مگزین خلال نویساندگی هستند. این همه خیلی دکانها و پیدا کردن گوشت مقصد آسان است. برای من دادار عزیز شما از همیناش استفاده کنید، از اوناش تقوا کنید. خب زیرا که آن چیزی که ما در کتاب خواندیم و در مثال فتواها دیدیم اون با گفت امروز برادرای ما تماما اینجا در حیله و نیرنگ و فرید چون دیگر برای ویران کردن گویم همون لقمه ما و شما از اون مگزین های حلال دادار عزیز استفاده کنید. خب تا که یکان ضرر در جسم و در وجود ما و شما نشود. خدا نگهدار. و همراه من در این سفر برادر عزیز دو تا برادر ما که عبدالسلام و عمر از مسکو آمدن خیلی اینا راهنمایی کردن. گفتم نه دیگر به هر حال گفتن که نمیشود، زیرا راهنمایی ما در مسکو برادرها در اونجا چون کار میکنن. و از تاجیکستان همراه ما دنبال احکام‌الدین یک جای آمدن. امام خطیب مسجد 65 شهر شنده هم بسیار برادر خوبی ما هستن، برادر نیکی ما هستن. خب در حقیقتشون دعا کنید که خداوند قدم‌های ایشان را حسن بسیار خیرخواه هم هستن، بسیار در حق شما هم دعاهای نیک هم میکنن. خداوند ایشان هم در حفظ احسانش نگهدار. الله اکبر. لا بکر و علیکم السلام. درست هم مهدی شما نمیشه بعد در حق این بچه که محمد اون را خدای مهربان دید فرزند شما را اولا همان غیرت و همان اخلاق و حمیده‌ای که پیامبر گرامی بود خداوند نصیبش در ذهن شد زکی و هم شد کامل و خدا آینده حافظ قرآن و عمل کننده در قرآن شد. خب در حکم به فرزنده یک دعای دیگه در همه بله اون بنده هایی که امروز این نعمت فرزند محرومند و البته بسیار اشتیاق هم دارند، هوس هم دارند که در خاندان اونها مهمان شود، در خاندان اونها این نعمت فرزند به دنیا بیاد. خداوند به حرمت یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. خداوند با صاحب فرزندشان گردانه و فرزندکاشان خداوند حسن زیبا و اخلاق حمیده و دوستدار شریعت گردانه. آمین یا رب العالمین. یعنی کنجا با یکون معنی داره. بعد یک سوال دیگه برای این بچه‌هایی که با نماز میخونن در تلفنشون صورت‌های دخترای اکل ولی شما بینید برادر سوالی که برادر کردن دو سوال کرد که اینجا باید نام نیست، این نام نیست، این نام ایوهی دلن. ولی بینید شما وقتی دست ما نراز میکنید در دست از این بیگانه میگذارینش. پیغمبر گفتن که از این در سر شما به یک گلمیخ اگر زنن و در بیابین رو آسان‌تر است. و وقتی که این چشمای شما در همین حرام‌هایی که در همینجا وجود دارن یا دیگر جا وجود دارن، وقتی این چشمای شما باید نگاه میکنن به نام خدا این چشمای شما را کور بدن رو بهتره، این چشمهای شما را به نور بدن رو بهتره. خدای روی چشم همه گرد دادری از نیست. آخر بعدها در نور چشم زیاد شدن زیبا شدنش نگاه کردنش قرآن هست، نگاه کردن یک عالم هست، نگاه کردن یک حلالهای خدا هست. آخر چشم ها وقتی که ما نگاه میکنن و لذت ببرید به نام خدا شرمنده ترین بنده خدایی. بسیار بدبختی داره از این چیز دور باشه نمیده. اخیر نداره اونی کسی که میرا نگاه میکنه اخیر کلش کوفتی میشه. میدونی؟ انمی اخیر وقتی میبره و کوفتی میکنه.
این چیزا ممکنه در بچه‌ها که میرن یعنی اسکریپتیز رو برای وقت داد اینا مایده خدا شما رو ببینید چی میشه این آخرش همین داری است بعد همیشه میرسید که همین همش رو خیلیش رو پیدا شود با شرمنده میشه مخیر مثلا این کار رو رفتنش که این چیزا بسیار چیزای حرامی چیزایی هستن که رزق کنه میبنده خداوند نور کنه میگیرد فیض کنه میگیرد آخه چی بدبختی رو به سر کنه